داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. خدا یعقوب را برکت داد. دو بچک تو بودند. یعقوب مردیت آرام و چادرنشین، اما عیسو شکارچی ماهری هستد و مرد گیابانت. ربکا یعقوب را دوست داشت و عیسو اسحاقی محبوبت. یک روز هنگامی که عیسو شکار برگشت، باز گشنه گشت. عیسو به یعقوب گفت: لطفاً مقداری شاه غذا و که جورت کرده به من ده. یعقوب در جواب آیی گفت: پری شرطا که وطی نخستادگی حکا در عوض آیی به من ده. بنا پریشی عیسو وطی نخستادگی حکا به یعقوب داد و یعقوب هم مقداری غذا به عیسو داد. اسحاق لوتت که وطی برکت به عیسو دند، اما قبل شایی که یک کار را انجام دند، ربکا و یعقوب آیه را فریبش داد و ربکا یعقوب را پی عیسوی جاها به اسحاق اتاق دیم داد. اسحاق پیر بودد و دیگر را نتواند جوان گندید. یعقوب گهترین عیسوی لباس پوشید و بوتی گردن و دست و بوزه پوستا پوشید. یعقوب بوتی پسته یاد و گوشتی: من عیسو هستم، یا تگون کتاب من برکت ده. وقتی اسحاق بوزه مودان لمس کرد و آیی پوچان بو کرد، فکر کرد که عیسو به آیی نزد یاتد و آیی را برکت داد. عیسو یعقوب بدیات چون آیی نخستادگی حکا و آیی برکت شایی گبتد. بنا پریشی نقشه کشید که بعد اسحاقی مرکا یعقوب را کشید. اما ربکا یه موضوع را زاند و گو اسحاق یعقوب را به دوری جای به وطی سیادنی دیمش داد. یعقوب چون سال آده به ربکای سیادنی کنک که زندگی کرد و درا دوران گس کرد و حاصل یه ازدواج 12 بچک و یک جنک کرد. خداوند یعقوب را باز ثروتمند کرد. بعد 20 سال دوری کنعان یعقوب گوتی خانواده و غلامان و مال و پسند برگشت. یعقوب باز هراساند چون فکر کرد که عیسو هنگت لوتی آیرب کشید. بنا پریشی بازین حیوان شوتی رمگه به عنوان هدیه پیسو دیم داد. غلامی که آوان پیسو برد برای گوشت یشانتی غلام یعقوب به تا تقدیم کرده و پمی زوتی کت. عیسو یعقوب را بخشتد و آب خوشی به همدیگر رستند. یعقوب در صلح و صفا به کنعانی تها زندگی کرد. سپس اسحاق مرد. یعقوب و عیسو آیر دفنش کرد. وقتی که خدا با ابراهیم بستد به اسحاق رست و بعد به یعقوب رست. داستانی برگرفته کتاب مقدس، کتاب پیدایش، فصلهای 27، 25، 20، 33.